سلام به همه. آماده باشید که در فقط 60 ثانیه در تاریخ غنی و پیچیده ایران شیرجه بزنیم. داستان ایران از بیش از 10 سال پیش با امپراتوری قدرتمند هخامنشیان که توسط کوروش کبیر تأسیس شد آغاز می شود. این امپراتوری پهناور از بالکان تا در سند امتداد داشت و زمینه را برای قرنها نفوذ و تأثیر ایران فراهم کرد. حالا می رویم به قرن 7 میلادی، زمانی که فتح ایران توسط اعراب اسلام را به این سرزمین آورد و فرهنگ و جامعه ایران را متحول کرد. سلسله صفوی در قرن 16 ایران را متحد کرد و اسلام شیعه را به عنوان دینی تثبیت کرد. در قرن 20 ایران به کانون سیاست جهانی تبدیل شد. انقلاب اسلامی در سال 1200 یک نقطه عطف بود که منجر به سرنگونی سلطنت پهلوی و تأسیس جمهوری